آدم بیکاری هست همین هم ماژیک میکشه. یه شرکته. خب دیگه نام سانسور شده. آره یه شرکته که شغلش سانسور کردن مجله است در ایران. ترتمیز رو سانسور کرده. ترتمیز چیز گذاشته، لباس برش گذاشته. حالا بیا فجیع‌تر از این هم وجود داره تو این مملکت. نه ببینیم. حالا این بزرگه تو اون یکیش نصف این بوده. آخه چی میتونه باشه؟ چی میتونه باشه آخه اون که انقدر هیجان انگیزه؟ یکیشو یادش چسب کم آوردن اینجا. اینو بغلش هم هست. آره دیگه بغلش. این عکسه. این عکس. چیزی واسه اون سانسور نشده؟ نه خودم برداشتم. من با سشوار باز کردم. بذار بغل هم دیگه. چیه زیرش؟ این عکسه این. این چی داشتی که سانسور شده؟ هرچ لخته. یه باستن داشته. کوچولو. اصلا یه اگه میزد آدم میفهمید این اینجوری شده بود. یعنی امروز مثلا یه همینجوری از سودا به جون وارساده بود. یعنی چی مثلا؟ بعد نصف اینو